چی میشد اگه سال 1900 به دنیا می اومدی؟ میدونستی وقتی 14 سالت بود جنگ جهانی اول شروع میشد؟ وقتی 18 سالت میشدی جنگ جهانی اول با 22 میلیون کشته تموم میشد؟ میدونستی کمی بعد آنفولانزای اسپانیایی میومد که تقریبا 50 میلیون نفر کشته داده بود و تو اگه زنده میموندی فقط 20 سال سن داشتی؟ میدونستی وقتی 29 سالت میشد بعد از بحران اقتصادی که کل دنیا درگیر قحطی و بیکاری بود جون سالم به دست میبردی و وقتی 33 سالت میشد نازی‌ها به قدرت میرسیدن؟ میدونستی وقتی 39 سالت میشد جنگ جهانی دوم شروع میشد و میدونستی وقتی 45 سالت میشد جنگ جهانی دوم با 60 میلیون نفر کشته تموم میشد و 6 میلیون یهودی همین وسط برای هولوکاست کشته میشدن؟ تازه میدونستی وقتی 52 سالت میشد جنگ کره شروع میشد و وقتی هم 64 سالت میشد جنگ ویتنام شروع میشد و سر 75 سالگی جنگ ویتنام تموم میشد. و با همه این بدبختی‌ها، با همه این تاریکی‌ها، آدما به زندگیشون ادامه دادن، عشق ورزیدن، بچه‌دار شدن، رویاهاشون رو دنبال کردن و دنیایی رو ساختن که امروز تو توش داری زندگی می‌کنی. اونا میتونستن قول بزنن، میتونستن تسلیم بشن، ولی این کارو نکردن. اگه اونا این کارو نکردن تو هم میتونی. یه نگاه به شرایط الانت بنداز، مطمئنم از اونا بدتر نیست. اگه با همه این بدبختی‌ها اونا تونستن دنیا رو بسازن و این همه پیشرفت واسه ما بیارن، اگه من و تو نتونیم، صاف میان تو چشامون ظلم میزنن، میگن نخواست. همه میدونن میتونست و نخواست. ما داریم غربال میکنیم. دوست داریم بینمون باشی.